مادرا من که جگر بندی تویم، پاره از دل و پیوندی تویم. مادرا من که جگر بندی تویم، پاره از دل و پیوندی تویم. تو مرا خود به شکر پروردی، مادری جان شکر و قندی تویم. تو مرا خود به شکر پروردی، مادری جان شکر و قندی تویم. آمدم نامی خوشت ویردی زبان، بس کی فرزندی برومندی تویم. آمدم نامی خوشت ویردی زبان، بس کی فرزندی برومندی تویم. تو کی آموختیم درسی هنر، همه گویند هنرمندی تویم. تو کی آموختیم درسی هنر، همه گویند هنرمندی تویم. دادی پندم که به ناموس شوم، من وفادار در این پندی تویم. دادی پندم که به ناموس شوم، من وفادار در این پندی تویم. بر وطن پروری دادی سوگند، هر زمان بر سری سوگندی تویم. بر وطن پروری دادی سوگند، هر زمان بر سری سوگندی تویم. مادرا جان و جگر بندی تویم، پاره از دل و پیوندی تویم. مادرا جان و جگر بندی تویم، پاره از دل و پیوندی تویم. تو مرا خود به شکر پروردی، مادری جان شکر و قندی تویم. تو مرا خود به شکر پروردی، مادری جان شکر و قندی تویم. مادری جان شکر و قندی تویم. مادری جان شکر و قندی تویم. بر خواهر مهتاب سلامم برسانید، بر شرشره آب سلامم برسانید. هر جا که برفتید بکوبید در دل، بر مردم بیخواب سلامم برسانید. درود عزیزان دل، مادران عزتمند، بانوان واقعا زیبا. با قدم مبارک شما، با اشتراک شما برنامه ایدانه ما یک قبای واقعا زیبای بهارگونه گرفته است که من خیلی خرسند هستم از آنه که دعوت ما را پذیرفتید آمدید. بسیار سپاس و هزاران هزار آفرین به مادر تاجیک چنین بانوان زیبا، چنین مردهای واقعا دانشمند برای این ملت صاحب تمدن هدیه کرده است. تشکر. خب موفق باشین و نخست بعد از مهمانانی که در این قسمت استودیو نشستن صحبت را آغاز میکنیم از آنه که از دوستداری مادر یک کمی حرف بزنید که مادر چگونه احترام دارد نسبت شما، با شما نسبت مادر چگونه احترام دارد؟ همین دعای مادر بود که ما خور نگشتیم، ما دعا میتیم، روی سفید میگویم، از تجربه کار خودمون اینا می آموزانیم که برای نقص ما دعای مادر رو با ای کلان سالا عبرت گیرن در بین جامعه همه خیلی کار کنن، رنگ ما باری فعال باشن تا حاضره
در دولت خدمت کنند. کنند. خب مادرتون چی میگفت زمانی که به مکتب میرفتید، زمانی که به دانشگاه داخل شدید؟ خب یکم از نصیحت‌های مادر قصه کنید. مادر میگفت که خیلی ما دور شوروی کلان شدیم، میگفت که مکتب که رفتید بعد همسنفای خودت بعد معامله نقد داشته باشید. خیلی تا صنف 11 تمام کردیم در ناحیه رودکی و دانشگاه پداگوژی داخل شدیم. مادر خودم هم فعال بود، بسیار کاری دولتی میکردن. او وقت جماعت میگفتن، رئیس جماعت کار کردگی. ما هم تربیه نقض گرفتیم، ما هم 4 دختر بودیم، 2 تا پسر، هممون کارهای جمعیتی کار کردیم، خواندیم، فرزندامون هم خیلی تربیت دادیم. بله، تشکر، موفق باشید. بانوی دیگری که در برنامه ما هستن هنرمند تئاتر، یک نفره که حیات جوانیش را من همون شجاعت و همون قوه و انرژیش رو در روی صحنه ملت تاجیک برای مثلا خوشبختی بیننده که صحنه های تئاتر را تماشا میکند هدیه کردند، بخشیدند. بانو مولانا، من فکر میکنم شما در مورد مادرتان شاید خیلی زیادتر حرف بزنید. پیش از همه تمام مادرها، بانو، خواهرها با این عید مبارک تبریک و تهنیت میگم. همیشه تن صحت باشن. کردم سفر و آچه تو هم در سفر شدی. 54 سالی عمرم تا اون وقتی که یعنی خودم شناختم، مادر شدم، یعنی بعد فهمیدم که یعنی مادر کیست، مهر و محبت مادر چیست و هر یک لحظه خالی بودن از کار کوشش میکردم که پهلوی مادر باشم. کوشش میکردم همیشه به زیارتش بروم. در سفری هنری بودم و خبری شوم آمد که مادرم سفری آخرت کردند. خیلی سنگین است وقتی که آخرین دیداری مادر نمیبینم. بعد سری مادر فهمیدم که همه کوشش میکردم، همه زحمت میکشیدم، هر لحظه و هر ثانیه که میخواستم طریق تلویزیون نشاندیم، یعنی برای که مادرم افتخار کنه. هر لحظه که مادرم ببینه منه، هنری منه، مادر افتخار کنه. نو بسته اون که خودت مادری، خودت بیبی، در همه سن و سال یعنی مادر جفشنه برات. این بزرگی شما است مادرای عزیز، بانوای عزیز که ما هر کجا که هستیم زینت زندگیمان را، عزت خودمان را، زیبایی حیاتمان را البته که در دستان باز شما میبینیم، در احترام شما میبینیم، در دعای شما میبینیم. شما واقعا عزیزید برای ما. مادر بزرگترین شخص، مادر تجسمگری مهر و محبت. ما چقدر درباره مادر سخن کنیم، چقدر تعریف و توصیف کنیم، همانا کم است. بله بله. برای که مادر این یگانه موجودات است که فرزند می آفرد، مقدس است. مادر ما رو به دنیا می آورد و آغاز زندگی ما از مادر سر می شود. افسوس بسیار که مادر من نیز در قید حیات نیستند. راهشون شاد بود، قبرشون پر نور. تمام خاطره هایی که نسبت مادرم هست همهش در من چیکار گم همه وقت در خاطره من هستند و بعد گذشت مادر آدم فقط چی تسلی می‌دهد، همچون فرزند قرض فرزندیت رو اگر اجرا کرده باشی، هر چقدر مناسبت خوب کرده باشی، همین یک تسلی دلت می شود. من در خانه خوردی فرزند نیستم، بعد من با خواهرچم، لیکن کنجگی می گفتن ما به حد ارکه بودم. تمام چیزای با مزه مخصوص من با مادرم تیار میکردن. مادرم به نهایت زنی حلیم و مهربان بودن. از همه اون نصیحت هایی که اون کس به ما میگفتن فقط میگفتن راهی راست روید. مادر عموما خودش چی میخواهد نسبت فرزندش؟ وقتی که ما حالا در بطن او هستیم، علاقه مادر برای اون بطنی که علاقه دوست میدارد، صمیمانه دوست میدارد، بی‌غرضانه دوست میدارد، یگانه شخصی که
در روی دنیا هست این والدین آدمان که بی‌غرضانه فرزند خود را دوست می‌دارند و ما باید همچون فرزند همیشه سپاس آنها را داریم. همه وقت ما همه خیلی آرزوی آمال آنها را در زندگی برآورده گردانیم دیگر. ها. یک شبه آن رنج که مادر کشید با دو جهانش نتوان برکشید. اگر ما 100 سالها خدمت کنیم برای یک شبه خدمت مادر عزیزمون برآورده کردن نمیتوانیم عزیزای دل. چون ببینید هر لحظه که شبانگه ما بیدار میشویم یا اینکه یک گریه میکنیم یک وای میکنیم فقط با یک سخن مهربانانه مادر به ما میگوید که فرزندم چه حال داری. پس همین یک سخن مهربانانه مادر زن این واقعا یک دنیا بزرگی است برای ما، چون یک نفر دیگر این سخن نیک رو برای ما گفتن نمیتواند. این تنها مادر است، این تنها همین زنی واقعا بزرگدلی تاجیک است که برای فرزندانش، برای من اهل جامعه چنین مهربانی میکند. میگویند که جنت که رضای مادران است در زیر قدم مادران است. ما مادر را همیشه یک جوان دوران صاحب استقلال باید دوست داریم و با تمام هممسلکان خود، با تمام جوانان همسال خود گفتنیم از این منبر بلند که مادر ارزشی بیکنار دارد. مادر بهترین قیمتترین روی جهان است. اگر ما سالهای طولانی، ماههای طولانی و روزهای طولانی اگر درباره مادر سخن کنیم این سخن کمی میکند. مادر ارزشش بلندتر است. از ثروت و ز شهرت گر بر فلک زنم سر، تعظیم میکنم باز در پیش پای مادر. جای افتخار و سرفرازی است برای فرد ملت تاجیک، مخصوصا برای بانوان که از زمانی که اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت تاجیک، پرزیدنت محبوب این ملت صاحب تمدن محترم محمد رحمان سر قدرت آمدن، پس امروز ما را ضرور است که واقعا به هر کدام شما احترام داشته باشیم، چون مادر تاجیک مادر خیرتمند است، مادر باسواد است، مادر کتاب دوستدار است، مادر فرهنگ دوستدار است. این سبب است که همین گونه فرزندان دانشمند با وقار، با اصالت، با عزت را به دنیا آورده است و این زاد بوم، این سرزمین واقعا تاریخی را نگاه بین میکنیم. اول شما را به روزی مادران تبریک و مبارکباد میگویم. من مرضیه سلیمان و آموزگار، ایجادکار، عضو اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان و همزمان آموزگار مکتب تحصیلات میانه عمومی 18 هستم. در برابر آموزگار بودنم به نوشتن شعر، ترانه میل بسیار دارم. اولین شعر من هم با نام مادر ایجاد شده بود و حالا آن را به شما قرائت می نمایم. بسیار زیبا می شود. مرحمت. ای چراغی خاندانم مادرم، نازنینی 100 جهانم مادرم، رفتی از دنیا خزانم مادرم، بعدی تو من ناتوانم مادرم. از مزارت بگذرم با سوز و غم، با دو چشمی خونفیشانم مادرم، در جهانی بیکرانی زندگی، یک جهانی در جهانم مادرم. بله، تشکر. سلامت باشید. سلامت باشید. مادر بخوان صدای تو را بوسه میزنم، آهنگ خنده های تو را بوسه میزنم. مادر اگر دوباره بیایی به سوی من، مادر اگر دوباره بیایی به سوی من، یک عمر خاک پای تو را بوسه میزنم. قربان آن خمیدگی شانه‌ات شوم، قربان آن خمیدگی شانه‌ات شوم، هستی من عصای تو را بوسه میزنم. مادر از آن کسی که تو را آفریده است، مادر از آن کسی که تو را آفریده است، ممنونم و خدای تو را بوسه میزنم. مادر واقعا سرچشمه جوشان حیات است که با مهرش زندگی هر کدام ما و شما را شاداب میگرداند و هر دقیقه و هر لحظه و هر ثانیه و تمام عمرمون اگر در وصف زیبایی مادر حرف بزنیم، سخن بگوییم، کمی اندر کم است، چون همون یک سیله که بالای سر ما میکند، یک مهربانی که برای ما میکند، یک آغوش گرمی که برای ما میکشاید، در زندگی ما چی است؟ برکت است، نفوذ است، احترام است، عزت است که این همه از دو دست مبارک دعای مادر عزتمندمان است. مادر تو ابتدایم بودی، هم قیمت عمر قدی رسایم بودی،
اول تو نمی زاده نمی مردم من، یعنی که تو نیز انتهایم بودی. بله، مقام زن مادر تاجیک در عرصه تمدن جهانی با زن محوری و اسطوره مشهور سیمرغ پیدا شده است. اما در زمان صاحب استقلالی بهین ارزیابی را اساسگذار صلح و وحدت ملی نسبت زنان تاجیک داده است. زنان مادر تاجیک را به نگین پرجلوی تاج ملت شباهت داده است. این ارزیابی بلند اگر از یک جهت باعث افتخار احترام باشد، از جهت دیگر باعث وسعت یافتن رسالت تاریخی آن می‌گردد. جمهوری صاحب استقلال تاجیکستان هنوز از سالهای اول برخوردهای سیاسی در بین دولت‌های اتحاد دولت‌های مستقل اولین شده کنونسیای سازمان ملل متحد اوید به برهم زدن تمام شکل‌های تبعیض نسبت زنان را راتیفیکاسیون نموده است. یک قطار سندهای معیاری حقوقی با تشبث اساسگذار دولت ملی تاجیکان از جمله فرمان تاریخی بلند برداشتن مقام زن تاجیک و تدبیرهای عملی نمودن آن از 3 دکبر سال 1999 استراتژی ملی فعال گرداندن زنان در جمهوری مرحله به مرحله تا سال 2003 به توسط رسیده است. این باعث می‌گردد که در زمان کنونی در بخش معارف 73%، در بخش تندرستی 71%، در بخش فرهنگ 47% و در بخش تجارت و زنان سرور 30% را از جهت بانوان تشکیل می‌دهد. در سال 2019 از جانب بانک جهانی در رابطه به عملی کردن سندهای معیاری حقوقی در بین دولت‌های اتحاد مستقل اوید به سمت تجارت، فرهنگ، سیاحی، تندرستی تحقیقات گذرانده شده است. در بین این تحقیقات با ارزیابی جمهوری تاجیکستان در بین دولت‌های اتحاد مستقل جای سوم را اشغال نموده است. یعنی در مجموع گفتنی هستم که مقام و منزلت زن تاجیک در پرتو سیاست حکومت جمهوری تاجیکستان اوید به رفع نمودن نابرابری گندری و تامین کفالت‌های برابر حقوقی زنان و مردان در ماده 17 کنستیتوسیون دوران صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان تحکیم بخشیده زینه به زینه عملی می‌گردد. و در این دوران من نیز همچون آموزگار فن حقوق انسان گفتنی هستم که باشد که زن تاجیک تاج سر ما باشد. بله. در پیراهه تقدیر پیراه کشا باشد که زن تاجیک چون صبح صفا باشد، در پاکی و در عفت چون صبح صفا باشد. آفرین، تشکر معلم عزیز. زن مادر به فکر من یک فرشته نادر و بی‌بهای از جانب خداوند در روی زمین است، چون که بزرگ در جای فرموده چشم زن عالم منور میکند، چشم زن عالم منور میکند، زلف زن عالم معطر میکند، هر که گردد از سر زن یک نفس 40 طواف حج اکبر میکند. من همچون یک مادر، همچون یک راهبر، همچون یک آموزگار همین را گفتنیم که هر روز ما هر کاری ما از بیشتر پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره معارف، درباره زن، مادر سرمشق کار خود نموده هر روز به تربیه نسل نورس مشغول هستیم. حاضر باور کنید خیلی دشوار هم شده است. از سالهای پیشین دیده حالا تربیه خیلی دشوارتر شده است. گویم اگر خطا نمیکنیم. بله. زمان جهانی شوی است دیگر، درست است. بله. من فکر هستم. بله، چون که جوانان ما، خوانندگان ما الکی همه با خود در دست تلفن های موبیلی و در قریب که درباره همه چیز معلومات دارن. گویم هم خطا نمیکنیم. حاضر الکی بچه ها بسیار هوشمند هستند، بسیار زیرک هستند، ولی ما هم کوشش به خرج میدهیم که همین را در راه درست استفاده برند. حس وطن دوستی آنها را زیادتر بیدار میکنیم. بسیارتر درباره مهر وطن، درباره مادر، ساعت‌های تربیوی، همه درباره حس بلند برداشتن وطن دوستی جوانان کار و فعالیت همه روزه همان هست. گویم خطا نمیکنیم. مادر جان راضی بودن که آموزگار شوید؟ بله، اصلا خودشان انتخاب کردن. گویم هم خطا نمیکنیم. بله. معلومات دویم رو دیگر کردم. گفت که یا معلمه میشوی، یا دوزنده میشوی، یا همشیره طب.
خودشان که 50 سال سپری قریب تجربه آموزگاری دارند، از این فرصتی برایم بسیار مناسب و مساعد استفاده برده تمام مادران دنیا را، بانوان عزیز و گرامی قدر را، خواهران زیبا را به این سنه فرخنده، به این روز مادر یعنی تبریک گفتم. به آنها موفقیت، سربلندی، تنصیحتی، روی سرخ، آسمان صاف، همه وقت خوشبخت و تنصیحت بالای سر ما فرزندان، برادران، عائله و جامعه باشند. بله، تشکر. سلامت باشید. چشم مادر نگران است، بیا ده رویم، غربت اندوه گران است، بیا ده رویم. معذرت خواهی کنیم از در درگاه پدر، معذرت خواهی کنیم از در درگاه پدر، گر بهار است خزان است، بیا ده رویم. باز آن کلبه ویرانه و دروازه باز آن کلبه ویرانه و دروازه باز، پیش رو باز و عیان است، بیا ده رویم. گرچه رفتیم چرود از بغل کوهستان، گرچه رفتیم چرود از بغل کوهستان، دل ما تشنه آن است، بیا ده رویم. هرچه کردیم صد افسوس که شهری نشدیم، هرچه کردیم صد افسوس که شهری نشدیم، گر چنین است چنان است، بیا ده رویم. پیش مادرای عزیز عزتمندمان رویم. تشکر. یک ترانه میشنویم. بسیار دلپذیر است یک کف دعای مادر، صدی هزار تیر است یک کف دعای مادر، صدی هزار تیر است یک کف دعای مادر، تسکین درد جان است، هم زور و هم توان است، تسکین درد جان است، هم زور و هم توان است، بر طفل جوی شیر است یک کف دعای مادر، بر طفل جوی شیر است یک کف دعای مادر، یک کف دعای مادر. اسیر است یک کف دعای مادر، همراه در سفرها، پیروز در خطرها، بسیار بی‌نظیر است دست دعای مادر، مشکل کشای کارت، بخشنده ای برارت، داراگی فقیر است یک کف دعای مادر، والای و هم کبیر است دستی دعای مادر، دستی دعای مادر.
دستی دعای مادر. به قدر مادر نفر میرسد که وی مادر ندارد. چون که بسیار نفرانی هستند که در حیات مادر خود را نهایت بر وقت از دست دادند، از جمله خود من نهایت بر وقت هنوز در خاطر ندارم من مادر خود را. چهره مادرتون در خاطرتون است؟ عموما در خاطر ندارم که مادر من چگونه بود، چه خیل بود. واقعا همین زمان باید مادر من می بود که من رو میدید و چگونه فرزندش آموزگار شده است و تربیتگر نسل تربیت گیرنده. بله واقعا گفتم قدر مادر رو نفری میدوند که بی مادر است. وقتی خرد بودم با رفیقانم در کوچه بازی میکردم، وقتی از در خانه می در اومدیم همه رفیقان من مادر گفتن میرفتن، من کسی نداشتم. این چه گویم؟ میگویند که اپا خواهر یا خاله جای مادر رو میگیرد. این کاملا خطا است. شبی که مادرم مهمانی من بود، هوای شهر بوی دهه میکرد. از آن که قبلگاه هم بستری بود، دعا و سجده سوی دهه میکرد. به کنج خانه بی‌حولی من فرو می رفت در خود خاموشانه. نگاهش بر نگاه من همه دخت، چگون کردی در این 4 آشیانه. زیبا گفته است شاعر که آلوچه لطه‌دار بود مادر من، آلوچه لطه‌دار بود مادر من، قشلاقی خاکسار بود مادر من، در زندگیش مزار بود مادر من، یعنی که بزرگوار بود مادر من. مادر شما میخواست روانشان شاد بود که شما هنرمند تئاتر شوید؟ اصلا مادر من خودشون که در جده صنعت کار میکردند نمیخواستند. صنعتکار بودن ولی نمیخواستند که دخترشون در صحنه تئاتر برای که میدونستند که چقدر عذاب است، چقدر اذیت است، چقدر شب‌های بیخوابی است، چقدر مثلا یا باید اویله را در جای اول مونی یا اون کار صحنه رو. و نمیخواستند. بعد ختم مکتب سال 1989 من چند جای دیگر سپردم، آموزشگاه تمام کردم، حتی با همون روند خودم کار کردم و سال 1995 به اجازه پدر و مادر به دانشکده صنعت و فرهنگ سپردم و وقتی که امتحانای سپردم بعد آمدم و پدر و مادرم گفتم که من گذاشتم. گفتن خودت میدونی خواندنت. یعنی راضی بودن دیگر؟ بعد دعاشون گرفتم، البته دعاشون گرفتم. نقش مادران رو در تربیت وطن دوستی فرزندان چگونه میبینید شما؟ خوشبختانه من صاحب 4 فرزند، اقبال بلند است، 5 نفر نبیره، داماد و کلین هستم. عمرشون دراز بود. برای تربیه فرزندان اولا من فکر میکنم خودی مادر نمونه عبرت بودنش در کار. بله. برای که ما چه خیلی هستیم، چه خیلی که تربیه میتیم، همین پدرم مادرم میگفتند که همین فرزند همچون یک نوده باریکه، کدام طرف که تو بونی هم خیل رفتن میگیرد. گفته فرزندان در روحی راستند و برای خلق و وطن خود خدمت کرده ایستادند در کارهای دولتی و نقش زن به نهایت کلان، چون زن مادر این مربی اولین فرزندان هست و همه وقت مادر اساساً چی میخواهد؟ فرزندش خوشبخت باشد و فرزندش راه راست را انتخاب کند، نانش را یافته خورد، صاحب احترام گردد، وطنش را دوست دارد. بله. مادر خوشبختم که این با من دست داد. بله تشکر. مادر سخن خداست، حرف دهنت رهگم بزنیم به چراغ سخنت. آنگونه مقدسی که ارزنده بود، آنگونه مقدسی که ارزنده بود، 2 زن ز پرچم وطن پیرهنت. شما ببینید اینقدر بزرگی شما، اینقدر بزرگی مادران عزیز رو که واقعا شاعران چنین وصف میکنند.
بهار آمد نیامد بوی مادر، شدم پزمان و چشم و روی مادر. نمی ارزد هزاران نوده گله، به یک تاری سفید موی مادر. به یک تاری سفید موی مادر. در خوابم دیدم آچم خمیر کرده سای، رفیده به دست گلچه فتیر بسته سای. یک چکدانی و علو برو سوخته سای، چک جایی که بگویی بچه جان، آمد در برت بشینم بگم جانا چه جان. این لحظه من بگن جی دنیا ندی همه، بخدا کیا چه دیگره هی باورم کنه نه چه جانای جگره هی باورم کنه نه چه جانای جگره
سپاس به مادرای عزیز و ارجمنده که چنین فرزندان هنرمند را تولید کردند که امروز برای مادران ترانه می‌سرایند، امروز برای مادران شعر می‌سرایند. این از خوشبختی زن مادر تاجیک است. خب امکان دارد که با چند جمله زیبا در این شام زیبای بهاری، در این شام عیدی مادران عزیز، حرفای دلتان را، تبریکات‌های دلتان را برای مادرای عزیزتان بگویید و بعدا یک ترانه دیگر میشنویم و با شما خیر و خوش میکنیم. امروز سخن از مقدسترین شخص زندگی ما مادر می رود. مادر اولین معلم ما، اولین دوست ما و اولین پشتیبان ما می باشد. وقتی که من خردتر بودم مادرم آموزگار بود و مادرم با یک دست گهواره می جنباند و خواهرکم را خواب می کرد و در یک دست دیگر کتاب می گرفت، کتاب می خواند. و وقتی که او میخوند دائم فکر میکردم کاش من هم کتاب خوانده میتوانستم با مثل مادرم کتاب میخواندم. همین کتابخوانی مادرم به من الهام بخشید که تا اینکه با کتاب خواندن ذوق بندم و من اشتراکچی آزمون فروغ صبح دانایی کتاب شدم. از شوق کتابخوانی اشتراک کردم و سال 2023 جای سوم را اشغال کردم. برای مادرت چی گفتنی هستی در این شام برای زیبا؟ مادرم راستی مادرم را بسیار یاد میکنم. بوی مادر رو یاد میکنم. جای مادر رو هیچ کس گرفته نمیتواند، چون که این مادر است که در تمام دنیا، در تمام لحظه حیات با تو تا ابد میماند. تنها ضرور است که این عالیه حسن و وفا و این عاطفه صدق و وفا را در خانه دل معتبر گردانیم و هرگز و هرگز نیازاریم. از دعای سبزش همیشه بهره‌ور باشیم، زیرا صد جان و دل فدای یک مدعای مادر. فتح و کشایش آرد دست دعای مادر. بشنید گر صدایم دنیای سخت گوشان، انگیزه شاید از الله‌های مادر. طفلی دامان مادر خوشبهشتی بوده است، چون به پای خود روان گشتیم، سرگردان شدیم. من به دعای پدر و مادر یک قدم از خانه‌ام بیرون نمیشوم. هرگاه سرگاهان صبح به کار میروم، اولا پدر و مادرم رو زنگ تلفنی میکنم. پدر جان، مادر جان به من دعا دید که امروز کاری من برار گیرد. مادر جان خیلی دوستتان میدارم. دعای شما است که من به این قله‌های بلند سزاوار گشتم. من همچو آموزگار، همچو مادر که 3 پسر را به وایه رساندم، همین را گفتنیم که تمام مادران عالم الها صحت سلامت باشند و مادرانی که ففتیدن روحشان شاد باشد. و همین را گفتنیم به جوانان که نسل امروز را چون مادر تربیه نمایند که رهنما، رهکشای آینده ملت و وطن باشند. چون بزرگی مادر در آن بود که شاه اسماعیل سامانی هر باره به نبرد می رفت، پیش از همه دعای مادر را می گرفت و با غلبه بر می گشت. بنابر همین خواهش دارم که همه مادران تاجیک و فرزندان خود چون مادر اسماعیل سامانی دعای نیک دهند، راهشان سفید باشد و مادران ما چون گلهای دوشنبه شهر همیشه زیبا، چون ارچه های سرسبزی شهر دوشنبه ما همیشه سرسبز باشند. سجده می آرد به کویت زندگی، نور می گیرد زیرویت زندگی. زنده باش ای نوری درگاهی درم، مادرم، جان مادرم، جان مادر. جان مادر. تشکر، موفق باشید. از فرصت استفاده برده همه شما رو با روز مادر تبریک گفته، به همه شما عمر دراز و خانواده رو تمنا دارم. مادران را دوست می دارند همه پیر و جوان، چون که از مادر به دنیا فرزند می ماند نشان. از فرصت مناسب استفاده برده همه مادران را که در عروس در فصل بهار سال ایدشان قرار دارند مبارکباد گفته، همه آنها را مثل گلهای بهاران تر و تازه و شکوفا باشد و هیچگاه اشک در چشمانشان نباشد و ما هم نیز فرزندان عزیز به قدر مادرهای خود برسیم. اولا همه مادران رو با این روزی مادران تبریک گفته، بخصوص مادر خودم رو
که مادر من همه وقت با دعای نیکشون با دستگیری هاشون تشکر به مادرم که چنین دستگیری ها کرده است. گل مهری تو مادر به خزان باد، هوس ها در دل دایم جوان باد، ما با دنیا به حسن خویش فانی، ولی مادر همیشه جاویدان باد. یک سرزمین سپاس برای آمدنتان. خب چمن مینداری بیان میکنم به خاطر آنه که قدر کردید، آمدید، نشستید، صحبت کردید، سخن کردید. این هم واقعا از بزرگی قلب شما مادران عزیز شهادت میدهد و بزرگی زن مادر تاجیک در آن است که چون نابغه های را از بابای رودکی شروع کرده تا سینا و فردوسی و آمده از سرور محبوب کشور ما، اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت محبوب کشور ما محترم امام علی رحمان را به دنیا آورده است. ما هزارها سپاس میگوییم به مادر تاجیک که تمام زندگیش را برای فرزندان خویش میبخشد، هدیه میکند و به خاطر آنه که ما آسوده باشیم، ما آرام باشیم، ما خوشبختی های زندگی را احساس کنیم و تمنا میکنم که همیشه بهارگونه باشید، سبزن در سبز باشید، راه زندگیتان روشن باشد، همیشه در بغل خوشبختی ها باشید، غم به درگاه شما راه نیابد، خاندانتان پر از گندم باشد، خنده طفلکانتان رو ببینید و دور به دور شما شادی ها حلقه بزنند و دست به دستی هم باشیم، افتخار از وطنداری، افتخار از تاجیکستان عزیز کنیم. کرتا چکم پرپری خشم روی سرسری کشتی مرا بنازاد عجای با دل بری کرتا چکم پرپری خشم روی سرسری کشتی مرا بنازاد عجای با دل بری کشته خنده ای تو د ابروی پیوسته ای تو مرا کشته خنده ای تو د ابروی پیوسته ای تو کرتا چکم پرپری خشم روی سرسری کشتی مرا بنازاد عجای با دل بری کشتی مرا بنازاد عجای با دل بری آمدم با دیدارت سنما میده میده بیگو سمی لبانت هی آهوی رمیده آمدم با دیدارت سنما میده میده بیگو سمی لبانت هی آهوی رمیده من در غمی تو نالای جان سوز کنم شبهای دراز با فکری تو روز کنم در کلبه من اگر تو مهمان شوی جانک من فدای تو دل افروز کنم آمدم با دیدارت سنما میده میده بیبوسم